سلام به همگی، من زهرام، یک پزشکم که قصدم رزیدنتی آمریکا مچ بشم و توی این کانال دوست داشتم تجربیاتم توی این مسیر طولانی رو باهاتون به اشتراک بذارم. خواستم در رابطه با اینکه رابطه مقاله داشتن با ریسرچ پوزیشن، به خصوص ریسرچ پوزیشن فاندد گرفتن چی هست، یه سری توضیحات رو بدم. چون این سوال خیلی میشه که آیا مثلا چند تا مقاله داشته باشم میتونم پوزیشن بگیرم، یا اینکه چند تا مقاله داشته باشم میتونم پوزیشن فاندد بگیرم. جواب این سوال این هستش که مقاله داشتن شانس ریسرچ پوزیشن گرفتن و همینطور شانس فاند گرفتن رو افزایش میده، ولی خب یه چیز 100% نیست. اینو من میخوام با یه مثال توضیح بدم. ببینید آمریکا خب 50 تا ایالت داره، هر ایالتش 10 ها دانشگاه داره و هر دانشگاه ممکنه هزاران استاد داشته باشه که هر کدومشون سلیقه متفاوتی دارن و هر کدومشون دنبال یه چیزی هستن، یعنی کاراشون با هم دیگه فرق داره و اون چیزی که از پستاکشون انتظار دارن چیزای متفاوتی هست. در نتیجه خب میبینین که خیلی متفاوته اون اساتیدی که میتونین بهش ایمیل بزنین و در نتیجه خب همه چیز ممکنه. درسته که یه چیز کلی هم میشه گفتش که داره، یه سری اصول کلی هم وجود داره، ولی خب الان بهتون میگم که منظورم چی هستش از اینکه سلیقه استاد و کار استاد ممکنه متفاوت باشه. مثلا شما استاد A رو دارین که یه کسی هستش که ترنوور لبش خیلی بالاست و همه میان و میرن یا همه دوست دارن که باهاش کار کنن و حالا توی دانشگاه هم مثلا خیلی بزرگی هم هستش، دانشگاه مطرحی هم هستش و خیلی داوطلب داره توی لبش و همه آدما میان و سری میرن. حالا شما اگه به این استاد با 1000 تا مقاله هم ایمیل بزنید از ایران، ممکنه که جوابتون رو نده، چون که خب تقاضا برای لبش زیاده و خب نیازی نمیبینه که به کسی ویزا بده تا برن براش کار کنن، چون که خب مثلا دم دستش آدمای زیادی هستن که بدون اینکه نیازی به ویزا اینا داشته باشن میتونن براش کار کنن و احتمالا مثلا دنبال آدم کاربلدم باشه که بیاد براش یه کاری رو انجام بده و زود بره. این از استاد A. ولی استاد B ممکنه که یه استادیه که یه پروژه 5 ساله داره و به دنبال یه نفره که بیاد و متحد باشه و براش اون کار رو طی چند سال انجام بده. مثلا کاریه که باید بسپره به یه نفر و خیالش راحت باشه که اون آدم قراره که اون کار رو براش انجام بده، که معمولا هم اینا هستن که ویزا اسپانسر میکنن و از پستاک انتظار این رو دارن که وقتی اومد توی لبش تعهد داشته باشه نسبت به لب، دنبال فقط مثلا پوزیشن گرفتن نباشه یا دنبال این نباشه که فقط به خاطر ویزا مثلا بیاد. حالا هیچ استادی مطمئنا به خاطر اینکه شما فقط دنبال ویزا هستین بهتون ویزا نمیدن. همه اساتیدی که میخوان ویزا براتون اسپانسر کنن به شما نیاز دارن یا به اون تواناییایی که شما دارین نیاز دارن که میخوان ویزا بهتون بدن، ولی در مقابلش خب ازتون کار میخوان. داشتم مثال میزدم که یه استادی هستش که مثلا یه پروژه 5 ساله داره، از شما انتظار داره که به دنبال یک آدم متحدی هستش که بیاد و حداقل مثلا 3 سال توی لبش باشه و اون پروژه رو به یه جایی برسونه. مثلا یه گرانت R01 گرفته و نیاز داره که یه نفر براش اون کارا رو انجام بده. حالا اگه کسی نیستش که توی لبش از قبل باشه و اون کارها رو براش انجام بده، خب به این استاد شما اگه ایمیل بزنید و اگه ببینه که شما به دنبال این هستین که خب طولانی مدت ریسرچ کنین، حتی اگه شما مقاله‌ای هم نداشته باشین، ولی خب استاد ببینه که شما علاقه‌مند هستین و خب قراره که مثلا چند سال براش کار کنین، براش اهمیتی نداره که شما مثلا مقاله‌ای ندارین یا مثلا به طور مثال کار بیسیک ساینس، براش مهم نیستش که شما کار بیسیک ساینس بلد نیستین، چون طی چند ماه خب اینا رو بهتون یاد میده، ولی خب در عوضش انتظار داره طولانی مدت بمونین و اون کارا رو براش بکنین. پس میبینین که اینجا مثلا مقاله هم نداشته باشین، ولی خب در زمان درست به استاد درست ایمیل بزنین، اینا هم که همه شانسیه دیگه، یعنی شما که نمیدونین که مثلا کدوم استادی گرانت گرفته، کدوم استادی به همچین آدمی نیاز دارین به صورت بلایند ایمیل میزنین و خب به اصطلاح قلابتون یه جای گیر کنه. به این صورت خب این استاد بهتون فاندم بده و فقط ازتون بخواد معلومه که براش زیاد مثلا شاید رزومه مهم نباشه، مثلا تعهد مهم باشه. پس میبینین که اینجا مقاله داشتن زیاد اهمیتی نداشت. خوبه که مقاله داشته باشین. در عین حال مثلا همون استاد اگه چند نفر بهش ایمیل بزنن، 2 تا اپلیکنتی باشه که هر دوتاشون میخوان که مثلا طولانی مدت ریسرچ کنن، ولی یکشون مقاله داره، یکشون مثلا اون کارهای مرتبط با کار اون استاد رو قبلا انجام داده و مسلما اولویت استاد همون آدم میشه نسبت به کسی که
هیچ مقاله‌ای نداره و هیچ کار ریسرچی قبلا انجام نداده. پس باز هم میبینین که به شانس بستگی داره و به این بستگی داره که همزمان با شما چند نفر دیگه هم دارن بهش ایمیل میزنن یا نمیزنن. حالا مثلا یه مثال دیگه بزنم، ممکنه یه استاد شماره 3 یا استاد C یه پوزیشنی داره و این پوزیشن رو هم فرض کنید مثلا توی لینکدین گذاشته و 10 نفرم بهش ایمیل دادن، 10 نفرم بهش پیام دادن و گفتن که ما مثلا میخوایم که بیایم و با شما کار کنیم. فرض کنید که مثلا 5 تاشون اصلا مقاله نداره، یکشون 10 تا مقاله داره، یکشون مثلا 3 تا مقاله داره، یکشون 2 تا مقاله داره و اتفاقی که اینجا میفته ممکن استاد برای اینکه فیلتر کنه اینا رو برای مصاحبه بگه که خب این 5 نفر که اصلا هیچ مقاله ندارن اینا رو مثلا فیلتر میکنم، اونی که 10 تا مقاله داره مثلا کارش به کار من ربط نداره اونم باز فیلتر میکنم، ولی اونی که مثلا 3 تا مقاله داره ولی مقالاتش مرتبط با اون کاری هستش که من دارم انجام میدم ممکنه اونو انتخاب کنه برای اینکه باهاش مصاحبه کنه و اونو برای کار خودش بگیره که باهاش حالا تو لبش کار کنه یا حالا کارش هر چی هست براش انجام بده اون کار رو. پس میبینین که مثلا اینجا تعداد زیاد مقاله هم باز یه فاکتور شانسی هستش که شما مثلا تعداد مقاله بیشتری داشته باشین، اونی که 10 تا مقاله داشت فیلتر شد ولی اونی که 3 تا مقاله داشت ولی کارش مرتبط با اون کار اون استاد بود انتخاب شد برای مصاحبه. ولی خب همونطور که دیدین اون 5 نفری هم که هیچ مقاله نداشتن خب فیلتر شدن و اصلا استاد اونا رو مثلا برای مصاحبه انتخاب نکرد. پس می‌بینین که رابطه خیلی مستقیمی وجود نداره و واقعا خیلیش به شانس بستگی داره. رابطه مقاله داشتن با ریسرچ پوزیشن گرفتن خیلی اصلا نمیشه گفتش که گفتم مستقیمه، ولی خب این به این معنی نیستش که شما دیگه هیچ مقاله نداشته باشین و متوسل بشین به شانستون که یه پوزیشنی پیدا کنین. چون که علاوه بر ریسرچ پوزیشن من اهمیت مقاله داشتن رو توی مسیر کلا رزیدنتی آمریکا توی ویدیو جدای توضیح دادم که لینکش رو این پایین میذارم و اگه ندیدین اون رو میتونین ببینید. و در هر مرحله‌ای که هستین همیشه باید مقاله نوشتن یکی از دغدغه‌هاتون باشه و همیشه به دنبال این باشین که مقالات بیشتری رو بنویسین. یه نکته دیگه هم این هستش که حالا کاری به اون ایمیل های فله‌ای که میزنین ندارم، ولی اگه میخوایم که یه استادی به طور اسپسیفیک مثلا یه استادی رو میشناسین که مثلا گرانت گرفته، حالا داخل پرانتز بگم اگه گرانت و اینا رو هم نمیدونین چی هستش باز توی ویدیوی دیگه توضیح دادم که اون رو هم لینکش رو میذارم که میتونین ببینین. اگه یه استادی رو به صورت اسپسیفیک میخوایم بهش ایمیل بزنین و هدفمند میخوایم براش بنویسین همیشه باید توی ایمیلتون خودتون رو خیلی خوب پرزنت کنین. یعنی حالا توی ایمیل های میگم ایمیل های هدفمند نه ایمیلی که همینجوری فله‌ای میزنین، خودتون رو خیلی خوب پرزنت کنین و به اصطلاح اینا خودتون رو یه جوری خوب در واقع بفروشین اون تواناییاتون رو که استاد چرا باید شما رو انتخاب کنه. درسته شما به استاد نیاز دارین، شما نیاز دارین که براتون ویزا اسپانسر بشه، شما نیاز به ریکامندیشن لتر دارین، همه اینها درسته. ولی خب در درجه اول وقتی استادی میخواد یه پستاکی بگیره به دنبال این نیستش که من برم به یه پستاکی کمک کنم بهش مثلا ویزا بدم یا بیاد تو لب من کار کنه بهش ریکام بدم بعد بره رزیدنتی مچ بشه. این آخرین چیزی هستش که اون استاد در واقع داره بهش فکر میکنه. چیزی که در واقع استاد از یه پستاک میخواد این هستش که بیاد و اون کار رو براش انجام بده، در واقع اون پستاکه بهش کمک کنه. در نتیجه شما باید خودتون رو پرزنت کنین که من به این دلیل به درد شما میخورم، به این دلیل قراره که مؤثر باشم و به این دلیل شما و من رو انتخاب کنین. حالا نه با این ادبیات ولی خب منظورم این هستش که اون متن ایمیل باید این رو برسونه. چون که گفتم استاد در درجه اول به اهداف خودش فکر میکنه و اگر اهداف شما در راستای اهداف استاد بود قراره که شما رو انتخاب کنه به عنوان پستاکش و اگه نبود خب هیچی دیگه. به عنوان یه تجربه خیلی کوچیک بگم، ما اینجا مثلا دانشجو انتخاب میکنیم برای اینکه توی لب بیاد به ما کمک کنه، والنتیر از بین دانشجوهای خود دانشگاه که اونا هم دوست دارن خب بیان به عنوان یه رزومه‌ای کار کنن توی لب. و همیشه وقتی ایمیل میزنن به ما اولین چیزی که خب نگاه میکنیم این هستش که خب این دانشجو چجوری میتونه به من پستاک اینجا کمک کنه، مثلا فلان کار رو بلده، فلان کاری که خیلی مثلا تکراریه برای من و
یه کار ساده ایه ولی خب نیاز به یه نفر داره که اونو انجام بده و این دانشجو مثلا بلده. خب من این رو وقتی این بره در واقع مصاحبه هستی، وقتی که مثلا از این ور سی وی رو یکی برات میفرسته و تو نگاه میکنی، تازه با اون مایندست استادم آشنا میشی که آها پس مثلا وقتی استادم بخواد یه دانشجو بگیره در واقع به این فاکتورها نگاه میکنه. منم به عنوان پستاک وقتی میخوام یک دانشجوی آندرگرادی رو بگیرم که به من کمک کنه، به این نگاه میکنم که چجوری اون دانشجو میتونه به من کمک کنه. میدونم که اگه نمیتونه به من کمک کنه، میتونه بره یه لب متناسب با اون تواناییاش یه کار دیگه رو انجام بده. پس همونطور که گفتم در درجه اول اونی که داره با شما مصاحبه میکنه، اونی که داره سی وی شما رو میخونه، همیشه به این فکر میکنه که شما چجوری میتونین بهش کمک کنین. پس همیشه از این دید به قضیه نگاه کنین و وقتی که اینجوری در واقع به قضیه نگاه میکنین خیلی بهتر متوجه میشین که چه چیزهایی رو مثلا باید الان پرزنت کنین، چه چیزهایی رو بذارین توی سی وی تون، چه چیزهایی رو توی متن ایمیلتون بنویسین. این همه چیزهایی بود که در رابطه با این سوال خیلی پرتکرار میخواستم بگم. امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه.